به خدا فشارتان قدر بلند نیست. اگه چند دقیقه بخوابین سر حال میشین. فردا همراه دکتر گپ میزنم. این فشار شما باز هر دقیقه بالا میره. شاید دوایتان تأخیر بده. درست است بچیم، درست است. تشویش نکنین. ایقا زود نمیمرم. حالا شما هم بخوابین دیگه. شب بخیر. شب بخیر مادر. چی شده؟ چرا ایستاده هستین؟ برین استراحت کنین. من میرم تخت با ما ببینم، دروازه را بسته کنم، باز میخوابم. خب درست است. شب بخیر. شب شما بخیر بچه. آفرین رمزی. از لاری خدا نجات بده. باز در دیوار خدا بزن. ای محترم، از بین رفت دیگه. از چرا باز نمیشه؟ پولایم، کارت هویتم. هوای ما، هوا جان، هوا با هوش به دخترم. هوا چشمایت باز کن لطفا. هوا یوسف چرا این کار کردی؟ من از بین رفتم خاله. هوا جان یک قسم نگو دخترم، یک قسم نگو. گوش که چی میگم. از اینجا میبریم. من درست است؟ میمورم. نه دخترم، کم صبر داشته باش. من یک بار 4 طرف ببینم. درست است؟ آرام باش. بلند شو. آفرین. تو رو نمی کنم. دوباره می آیم. هوایم بلند شو. آمدم دخترم. بلند شو. آفرین. کم غیرت که دخترم. بلند شو. آفرین دخترم. بیا دخترم. خلاص شد. حالا دیگه کمی دیگه هم صبر کن دخترم. صبر داشته باش. حالا دیگه صبر کن. بیا.
دوست آرام باش. کلگی استراحت کردن درست است؟ فهمیدی چی گفتم؟ درست است دوست؟ آفرین به تو. آفرین دوست خوب. آفرین. شب بخیر. اونجا کی است؟ یلماز خاله؟ تشناب میرفتم بچم. ها میبخشین. در تاریکی چهرهتان درست معلوم نمیشد. فشارم کمی بالا رفته بود. بیرون رفته هوای تازه میگیرم. درست است، بیاین که بریم. نه ضرور نیست. من خودم آیسته آیسته قدم میزنم، تو استراحت کن. خاله شما را در این حالت رها کرده چطور استراحت کنم؟ گفتم ضرور نیست، تشویش نکن. من خودم قدم زده باز میرم استراحت میکنم، تو برو استراحت کن. درست است خاله. بازم اگه به چیزی ضرورت پیدا کردین حتما صدایم کنین. درست است؟ زنده باشی بچه. درست است. خواب راحت براتان به میخوایم. تو هم بچه. خداوند جزای ده بده. خدایا شکرت. خدایا هزار بار شکرت.
فامی خاله، فکر میکنم یک نفر با تیر به قلبم زده. قلبم میسوزه. خواهش میکنم یک کاری کن خاله، برای تو عذر میکنم. دخترم، من از اینجا ببر خاله، مرا به یک جای دور ببر خاله. حاضر هستم به جهنم برم اما اینجا نباشم. قسم است که اعتراض نمیکنم. دیگه هیچ درد برای قسم نمیسوزانم. ما برات نگفته بودم؟ ها؟ ما برات چی گفته بودم؟ تو به ما باور نکردی تا که بالاخره با چشمای خودت دیدی. حالا که دیدی چی شد؟ جگر خونت زیادتر شد. اونا در روی یک تخت استراحت کرده بودن. با چشمای خودم دیدم. وقتی اونا را دیدم قلبم آتش گرفت. چطور امکان داره؟ او باور کرده که ما مردیم. چطور تونسته قصد فراموشم کنه؟ دلش برم هیچ نسوخت، قلبش برم نتپید. او آدم مرا هیچ دوست نداشت. ها؟ به می خاطر با تقدیر خود مبارزه کردم. ها؟ به خاطر امی با کل چیز مبارزه کردم. به خاطر دیدن همین روز درد نبودن مرا با خانم دیگه از بین میبره خاله. او آدمی که میگفت بی تو زندگی کردن همین طالم کجاست؟ او آدمی که میگفت بی تو نفس کشیدن همین طالم کجاست؟ او آدمی که میگفت تو تمام زندگی مستی کجاست خاله؟ در پیش خانم خود است. به خاطری که فراموشم نکرده کل چیز تحمل کردم. به خاطر همی دروغ نزدیک بود از بین برو. چقدر راحت فراموشم کرده. فداکاری او گذشت. کار هر کس نیست دخترم. دیگرها به یک شکل به زندگی خود ادامه میدن. حالا فهمیدی که چرا ازت میخوایم از اینجا بری؟ ها؟ فهمیدی؟ به خاطر آدمایی که ارزش ندارن قربانی نده. بیسو دیگه اینجا نمیمانم. دیگه به من خوشبختی حرام است. حالا برام هیچ چیز مفهومی نداره. مرا حمیده از بین نبرده خاله. مرا یوسف از بین برد. اما میخوایم او جور باشه. درست است، آرام باش. من باید به پدرت زنگ بزنم که منتظر خبرم است. مرا دوباره پیش پدرم روان میکنی؟ خوب است. عامر صاحب، از دور دیدم که آدم میخواست محترمه دزدی کنه، پس چی میکردم؟
با اجازهتان عامر صاحب، مسئله مرگ و زندگی است. خیاش نه، من باز برات زنگ میزنم. حالا آمدن همه تانم. گفتم که باز برات زنگ میزنم. فعلا خداحافظ. اینا چی است؟ بانک دوزی کردی؟ نه، ما تو یک کارا در عمر نکردیم. ای پولا کلش از خودم درست گپ است. بزن احمق. اینقدر پول از کجا کردی؟ باور کنین کلش از خودم است. حالا دیگه گپایت باید دوزه بگویی. مرزا کارتون غلط است. حرکت کن. پدر تو هم هیچ آدم نیست، حداقل یک بار به وعده خود وفا کنه. اما گناه از خودم است. نمیایه نه. البته که نمیایه، من برش درد سر هستم. نمیخواه پولش هست. نه این قسم نیست. پدر دیوانگی میکنه اما مجبور است که بیا و تو را از اینجا ببره. اگه نمیده او را آرام نمیمانه، جانش هم میگیره. فعلا هر کس کوشش داره خدا نجات بده. کاش که او آدمه که در تعقیبش بود گیرش نکده باشه، اگه نه بسیار بد میشه. دخترم ما رو با پدرت چی؟ ها؟ بانش که نبیایه. ما خر خود از گل کشیده میتانیم، توانش هم داریم. چی قصه میکاره کنیم؟ تو اینجا منتظر ما باش، ما رفته یک تاکسی میارم و تو رو به یک هتل میبرم. درست است؟ اما من در هتل مانده نمیتونم. چرا دخترم؟ پیش ما پول است. مشکل پول نیست خاله، من کارت هویت ندارم. من از پیش پدرم فرار کردیم. کارت هویتم پیش او است. من چی میفهمیدم که این قسم میشه؟ من به یوسف باور داشت. خداوند خودش جزای تبته. رمزی دیوانه. خدا به او بی وجدان جزا نمیده، جزای او را به من میده. لعنت به او روزی که پدرم من شدم. من دختر او شدم. نمیخوایم کورا پدر بگویم. وقتی انسان مجبور میشه حتی به بیگانه پناه میبره. حتی فکرشم نمیکردم که این قسم تنها بانو. تو سلمه هیچ حساب نمیکنی شریک؟ ها؟ من تو رو دیگه هرگز تنها نخواد موندم. اگه با مام تو رو تنها نمیمانم. یک بار تو رو در یک جای امن جا بجا کنم، وسایل خدا گرفته ما هم پیشت میم، تشویش نکن. اما ببین وقت من رفتم هوش کنی از پشت بیرون نشی. درست است؟ باز وقت پیشت نخواد آمدم. بعد است با خدا قسم هیچ گناه من نیست عامر صاحب. کلش از دستی ببره. دشنامت مرد احمق. با چشم عامر صاحب، اما این به تربیه میخواست تمام زندگی مرا دوزی کنه. باور کنین. گفتم آدم ها رو گپ بزن، نشنیدی؟ عامر صاحبی دروغ میگه. هی میخواست پولای ما دزدی کنن. هی هم ثبوتش. با هاندا فرق گپ دانتا بفهم آدم احمق. تو بزنمت که دیگه به هوش نبیایی. فهمیدی؟ در جایت بشی. عامر صاحبی دزد است. ببینین از خورترکی تا حال دزدی میکنه. ایره در نظارت خانه ببرین. عامر صاحبی دروغ میگه، تو اصلی خودش است. او آدم از طفولیت دوست بوده ها. من از اول براتان خود گفتم. به اجازهتان من دیگه میرم. کجا بخیر؟ تا وقتی که نگویی پول از کجا کدی هیچ جای رفتن هم میتونی. فهمیدی؟ خدایا مرا هیزم جهنم بساز، اما به ما کمک تا هوای خدا از اینجا بیرون کنم. خدایا به تو توکل میکنم. چند سال میشه که راهنمایی معاملات دارم.
یک چند مشتری از ما قرضدار بودن، دست ما هم تنگ بود. ما برایشون زنگ زده قرض خود خواستم. کار بدی خود نکردیم آمر صاحب. قپول خود در دکان مانده نمیتونستم، به او خاطر با خود گرفتم. ببینین اینی هم کارتم است، نشانی خانه، شماره تلفنم نوشته است. بس کو دیگه، مرا دیوانه ساختی. ایران در نظرت خانه ببرین، با صبح اظهاراتش میگیریم. اظهارات چی آمر صاحب؟ تمام داستان خو براتون گفتم. مرا بانین که برم، کسی منتظرم از به خدا. مدیر ما حال استراحت است. فردا او باید یک بار گپای تو را بشنوه. با دقت بررسی کنین که آدم راهنمای معاملات داره یا نه. هوا جان بیدار شو دیگه. دخترم هوایم حتما دست پایت خوب یخ زده. بیدار شو دخترم، یک کمی نان بخوا. حالا هوا دخترم، مرا نترسان دختر. هوایم. اوقدر ماجرا را پشت سر گذاشتاندی، البته که آسان نیست. او چیزایی که دیشب دیدی، آدم سالمام تحمل کردن نمیتونه جانم. او پدر دیوانه تم نمیگه که تو را توسط کدام دکتر تداوی کرده یا نامعلوم است. بیا که بریم. خاله نریم، کسی ما را خود دید. نریم. هیچ کس ما را نمیبینه دختریم. کلشان خواب هستن در این وقت. پشام در قصر پر نمیزنه. اینو بپوش که پیش دکتر بریم. باید معاینت کنه. اگر نه توی قسم تحمل کردن نمیتونی، خدای نخواسته از بین میری. پس اول برو ببین کسی نیست. برو. ده حولی جندات و پوزی دارن، حتی ارواح هم خواب هستن. بلند شو دختریم، بلند شو. زود شو. آفرین. بیا دختریم. بیا. مادر بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف خیرت از بچیم. یوسف
دکتران تب داره، بیاین یک دفعه او رو ببینین. خلاص صبر کن سرم دور میخوره. دخترم تحمل کو، تاکسی رو خواستیم، ده سرک است. کم مانده در اینجا نخواستمش که کس ما رو نبینه. درست است. تحمل کو یک دونه. این دیگه از کجا پیدا شد؟ خیرت است خاله. خیرت است. این خانم کی است؟ چند است پدر؟ 39 است بچه. بسیار بالاست. دکتر صاحب تبش به 39 رسیده، اما چی کنیم؟ درست است همین یاله میاریمش. دکتر گفت زود به شفاخانه بیاریمش. پس زود یک چیز پوشیده بریم. هلا چی شده یوسف؟ چی شد؟ بچه ما چی شده دکتر صاحب؟ تشویش نکنین یوسف خان، این مریضی زود گذر است. تاثیر هواست. گلونش کمی میکروبی شده بود، از همین خاطر تبش کمی بلند رفته. خدایا 1000 بار شکرت. من در فکر انسان 1000 قسم گپا خطور میکنه. خوب شد که بخیر گذشت. حالا چی میکنین؟ چه قسم تداویش میکنین؟ با پرستار گپای لازمه گفتیم. از هم اولتر باید به خاطر پایین آوردن تبش تربند شوه. بعدا مرخصش میکنیم، او را خانه برده میتونین. زنده باشین دکتر. اگر شما دوایش سر وقت بتین تا فردا کاملا خوب میشه انشالله. زنده باشین. بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا ما باید برم، دیگه مریضا منتظرم است. ما بریم دیگه. خوب شد که به خیر گذاشت. نظرتون چیست که با هم یک صبحانه بخوریم؟ بسیار خوب خود شد به خدا. تو چی میگی یوسف؟ ما شرکت میرم، امروز جلسه داریم. بچه من میرم، تو هم اینجا باش. بله پدرت راست میگه، او حلش میکنه. نمیتونم راحت باشم مادر، مجبور هستم برم. نه پس یک کار میکنیم، مادرت اینجا باشه، تو هم بعد از جلسه هم اینجا. به درست است؟ مادر میخواین همراهتان باشم؟ نه خیر دختر. بالا باید همراه من بری. چرا خاله سلطانه را نمیخواین؟ من مشکل خودم حل ساخته میتونم. درست است، یک بار خانه میریم. اگه کار داشتین زنگ بزنین. با ما موبایل میخریدین، چی شد؟ فراموش کردم به خدا، وقتم پیدا نکردم. در این تصویر انحرافات واضح دیده میشه. ما بودجه پیش بینی شده را به دست ناوردیم. قیمت او اولین محصولات زراعتی را که روان کردیم پرداخت نشده؟ پرداخت شده، اما بعداً به خاطر موضوع مواد کیمیایی تمام قراردادها را از دست دادیم. تمام مالای فرستاده شده را مسترد کردن. با وجود اثبات بیگناهی ما بیازو به خاطر مزرعه خود خطر قبول کرده از هامه در بازار ماندیم و قیمت از هامه از درآمد هتل پرداختیم. خب دیگه ما از چی بخبر هستیم؟ راستش به خاطر اتفاقات اخیر به اعتبار شرکت صدمه وارد شد یوسف خان و به خاطر رفع مشکلات مالی به منابع جدید نیاز داریم، اما این منابع نباید بالای دیگه مؤسسه‌های ما تاثیر وارد کنه. تو او زمینا را بررسی کردی؟ با اجازهتان. خب به جلسه بعدا ادامه میتیم، درست است؟ وقت خوش داشته باشین آقای.
بدی بحران خاتمه بتیم بیادر. میتونیم از اسهام شخصی خود استفاده کنیم. محمد یک بار امروی مدیر بانک گپ بزنه، شاید راه حل پیدا شود. خوبی محمد کجاست حسن؟ باز چی بهانه به خاطر نامدن به جلسه داره؟ چی بفهمم بیادر؟ از صبح که زنگ زدم میرم هیچ جواب نمیده. او بیبی امروز کی با ملاقات ما آمده؟ مرا مندار ساختی خانجی و غلق. خدا را شکر که زنده است احمق. آرام باشین، اینجا محل ملاقات است. میبخشی امروز کم حسابم خراب است. بیا که بشینه. کارت بسیار زیرکانه انجام میدی رفیق. حالا میخوای اعتمادشان به دست بیاری؟ میخوای بگوین که محمد به گرفتن اظهارات دشمنش رفته؟ تو عقلت از زادی فریب کار. چرا؟ تو دخیل نیستی دی کار؟ البته که هستی. اگر دانم باز کنم یک خانجی غلو از بین میره. دوست قدیمی دشمن شده نمیتونه. من مثل برادرت هستم جونید. دستت درد نکنه، اما خدا خسته نسوز بچیم. با موتر شویی ببره، اونا میشوین. نه خیر کاکای الماز، من خسته نمیشم. این کارم است، من مشکلی ندارم. این اشاره بریک نشکسته بود بچیم. شکسته بود. محمد خان گفت جورش کم، هم صبح جورش کردم. زنده باشی بچه. فکر کنم با توافق رسیدیم شیره. بله رسیدیم. بسیار خوب. یوسف چطور است؟ چی شده؟ پشتش دق شدی؟ یعنی در زندگیش تغییر نامده متونست؟ هیچ تغییرات نامده. همراه بادش گلوار زندگی میکنه. تو در میدان هوایی چی کار داشتی ها؟ پاسپورتت خب پیش ما بود. کارهای ویزیتم خلاص نشده بود. چی کار داشتی؟ با هواخوری رفته بودم. کدام سر نداشته باشی. نام محمد نباشه جنید. یوسف دخترم خدا را شکر چشمایت باز کردی. تو چقدر ضعیف شدی. بیدو تا اینجا که تو را آوردم ضعف کردی. سپاری کردن او قسم عملیات آسان خو نیست.
خوب هستی؟ آیشه خانم مطمئن هستم شما را در کدام جای دیدیم، اما هیچ یادم نمیاد که در کجا بود. خدایا برم صبر بده. یک بار دیگه برات میگم این دختر از چروم است. شاید تو کدام کس دیگه را دیده باشی. یگان انسان ها با هم مشابه می باشند. خب به هر صورت شناسنامه‌شان را بتین که ثبت نامشان کنم. البته. هیچ لازم نیست که بپالم. با عجله برآمدم شناسنامه را نگرفتم. از خود ما برات بدم. نه خیر خواهر، هر کسی که تداوی میشه همون ثبت نام میشه. درست از جان فرار خونه میکنم. خانه ما نزدیک از رفتن میارم. آیشه دیگه از کجا شد؟ پس چی میگفتم ها؟ تو در این شفاخانه جانته به حق سپرده بودی. این پرستارم بسیار هوشیار است، هیچ فراموش نکده. خاله لطفاً از اینجا بریم، لطفاً. درست است دخترم، درست است. من یک دفعه 4 طرفه ببینم زود پس میایم. یعنی رمزی رو پیدا کرده نتونستی؟ خدا من خودش جزای تو را بده. گپا گوش کن، به تعقیب یوسف باید بری. شنیدی گپا من؟ مثل سایه‌اش باش، مثل سایه‌اش. هر جا و همه وقت. او 2 نفر به هیچ وجه نباید با هم روبرو شوند. گپا مفهومیدی؟ با چشم خانم. سلطانه؟ خانم حمیده؟ تو ده اینجا چی میکنی دختر؟ در موبایلت هم زنگ زدم جواب ندادی ها؟ امسو وضعیتم چندان خوب نبود. چی شده بودید؟ دل درد. با عجله برآمدم و موبایلم یادم رفت. مرا تو پیدا کردن خانم. ما چرا باید پشت تو بگردم؟ ها؟ دوران مریض است. از خاطر او به شفاخانه آمدم. چی میگن خانم؟ به خدا راست میگم. بی از او تو بی مسئولیت کجا از این گپا خبر میشی؟ حالا اگر کارت خلاص شده برو تخت و لباسای طفل آماده کن، اتاقشان پاک کنین و کم آفتاب بدین. درست از خانم بیازو ما میرفتم. خداحافظ. من رفتم. سلطانه تو کجا میری؟ کجا برم خانم؟ هیچ فکرم در جاش نیست. اینه میرم. خدایی دیگه چه قسم حالت است. دمی وقت باید این زنده شفاخانه در مقابل می آمد. خاله تو کجا رفتی؟ بیبی اشانس بعد ما کلگی اینجا حاضر هستند. چرا؟ چی شده؟ عجل از پشتت روان از دختریم. حمیده اینجاست. چی؟ تشویش نکن. او به خاطر تو اینجا نامده. گفت که توران مریض شده. شاید یوسف هم اینجا باشه. خاله لطفاً از اینجا بریم. نمیخوایم اونا مرا ببینن. لطفاً. درست است. تو خود نمیخوایی که همراه اونا روبرو شوی نه؟ نمیخوایم خاله. نمیخوایم. او مرا فراموش کرده. دیگه نمیخوایم ببینمش. امی قسمه که این زندگی برم رقم خورده، امی قسمم زندگی میکنم. تو کار شناسنامه را چطور کردی؟ در اینجا پول نمیتیم چطور؟ یک راه برش پیدا میکنم. یک چاره برش پیدا خود کردیم. الان دیگه بخیر.
بیا. ما یک بار بالا برم، تو همینجا منتظر باش، درست است؟ خاله تو دیوانه شدی، من در اینجا به تنهایی چی تو کنم؟ منتظر باش دیگه، برو. بیا که در یک تاکسی سوار شویم. حالا چی شده دختر؟ خاله با یوسف دیدم. چی؟ درست است. بیا پایسته پایین شو. شما آمدین؟ خوب است ماشاءالله. باور کو یوسف جان کاملا خوب است. تبشان پایین آمده. دکتر گفت که هر وقت خواسته باشین برده میتونینش. اما ببینی چقدر خوب خواب از دلم نشد بیدارش کنم. درست است بیرون بریم. کم دگان به خواب باز میبریمش. درست است بچه.
راحت باش دیگه بچیم. نواسیم شکر خوب شده. صبح که او قسم دیدمش وار خطا شدم چی کنم؟ اما تو را کدام گپ دیگه هم ناراحت میسازه. بله حمید یک مشکل دیگه هم داریم. من بعدم برات میگم. تو پدرم یک قهوه بنوشین. ما و مادرم همراه دکتر گپ میزنیم که دل ما جمع شود. بیا دختر. ببینیم که معایناتش تمام شده یا نه. مادر باید با هم کمی گپ بزنیم. میفهمم که وقتش نیست اما گپای شب ما نیمه مانده بود. نفهمیدم بچه. گپ زمین ها را میگم مادر. شما او زمین ها را چرا فروختین؟ قلبم میسوزه خاله، مثل یک قوق آتش میسوزه. وقتی اینقدر نزدیکش هستم و او با کسی دیگه از تحمل کردن نمیتونم. باید از اینجا بریم. ولی خدا باید بریم. دخترم باید منتظر پدرت باشی. بازم امن ترین جای قصر است. حتی امیده فکرم کردن نمیتونه که تو اونجا هستی. چی گپ است مادر؟ از ما چی را پنهان میکنین؟ چرا زمین ها را فروختین بگوی نه؟ میخواستم به تو باده یک میمانخانه بخرم. گفتین میمانخانه؟ شما جدی هستین مادر؟ بله. خواستم برتان توفی عروسی تا نبتم. یگان وقت اونجا رفته تفریح و استراحت میکردین. از می خاطر زمینه فروختم. شما او قدر زمین از می خاطر فروختین؟ چرا این گپارا برای ما نمیگین مادر؟ خواستم متعجبتان بسازم بچیم. زنده باشین مادر، زنده باشین. خوب در فکرم هستین. پول او زمین ها را برام بتین. باید دوباره او زمین ها را بخریم. اگه قبول نکردن یگان زمین دیگه پیدا میکنیم. امکان نداره. ما پول او را وقت تادیه کردیم. با خدا هیچ نمیفهم چرا قبل از این کارا یک بار نمیپرسین مادر. نمیفهم گپا چرا قدر کلان میسازی ها؟ زمینا 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 زمینا. آی فقط دیگه زمین نداریم. خو یک جای دیگه ایشو بگیرین دیگه. بله دیگه زمین میگیریم. بسیار پول داریم. ما با پول یا خود او زمین ها ضرورت دارم مادر. فهمیدین؟ حالا امره این چی کنم؟ سلام. با آقا جلال ای دوسیاره میتم. آقا جلال نیستن. با ما بتین. ما برشان میرسانم. راستی تو عقلت از دست دادی.
خیر ببینین خاله جان. نوش جانت یلماس بچم. این دوا از امو دختر است؟ او دختر چی شما میشه خاله؟ راستش او یکی از خویشاوندای دورم است. بیچاره بسیار غریب است. وقتی دیدمش به خدا دلم برش بسیار سوخت. حال چطور است؟ خوب است؟ خوب است خوب است. خدا را شکر بهتر است. تو کجاستی؟ خانم حمیده؟ خوب است. بفرمایین خانم. نوش جانت بچیم. بفرما بیشی. نه خیر بیا زواله میرفتم. شما در مورد چی گپ میزدین؟ خوشگذرانی نمیکنم خیاش نه. هیچ باورت نمیشه که سرم چی آمده. یک مشکل پیش آمده. همین که حل شد خدا بهشت میرسانم. تشویش نکن، آماده باش. این گپ ها مثل مار دراز شده میره. خدای خودت کمکم کن. خاله سلطانه مریض شده بود. در مورد دواهای او گپ میزدیم خانم. اما من خوشینیدم در مورد کدام دختر گپ میزدین؟ چی گفتین دختر؟ نه خیر، به نظر من حتما شما اشتباه شنیدین. خوب است. برو به کارت برس. بیرون میرین؟ آی سلطانه جان، بسیار زیاد معذرت میخوایم. از شما اجازه نگرفتم. استغفرالله، منظور من این نبود. با پنار بگو که از پیش توران دور نشه. اطاعت میشه. خاله؟ خانم حمیده در مورد او دختر پرسید. چطور یعنی؟ چی پرسید؟ وقتی گپ میزدیم شنیده از او خاطر. ازم پرسید که او دختر کی است. باز تو چی گفتی؟ دیگه چی میگفتم خاله؟ یک گپه که به ما گفتین فکر میکنین یقدر زود از ذهنم پاک میشه. دوایتان نشان دادم، گفتم خاله سلطانه مریض شده بود، در این مورد گپ میزدیم. زنده باشی بچه. شما هم زنده باشین خاله. اینا خب 5 دانه بودن. دوایت آوردم. تشکر. برات آب میوه ما آوردم. آب میوه.
خالص خانجی اغلویی. اینه بگی در دستت چی از دختره؟ نشان بده. خداوند جانتا نگیره دخترم. هنوز میره پیشت نگاه کردی؟ ما با تو چی بگویم هوا جان؟ ها گفتی فراموشش میکنی دیگه یادش نمیکنی. از زبان اول باید از قلب بیرونش کنی. درست است، فراموشش میکنم، اما فکرم حالا کاملا مغشوش شده، برام سخت است. او خویی کار کرده، یک قسم فراموشت کرده مثل که هیچ نبودی. همراه خانم باده بسیار خوش زندگی میکنه. ای آدم ارزش ایره داره که خدا فداش کنی دخترم. ها این ظلم نیست یک دانیم. بس از خاله، فراموشش میکنم. به اندازه او بی‌وفا نیستم، اما شاید بتونم فراموشش کنم. ایران بنوش که قوت بگیری. نمیخوایم بنوشم. با نمیخوایم. بیازو اعصابم چندان خوب نیست. تو هم دیگه مرا آزار نده. خیرت باشه چی گپ است؟ او حمیده شیطان سرم شک کرده. یکی از دواره همراه خود برد. یعنی چطور؟ کاملا مطمئن هستم 5 قوطی دوا بود. همی که همی دواره داشت پس خانه شد. خب یکی از قوطی ها پرواز کرد. صدای ای دوله فردا میشنویم. اوه خدایا. بنوش حالا دیگه بنوش. کاکا؟ نه محمد، به اینجا بیشی بچیم. روز تمام شده و تو حاله به شرکت آمدی؟ میخوایم بفهم چرا اینقدر ناوقت به شرکت آمدی؟ یک دوستم به کمکم ضرورت داشت، پیش او رفتم. آها. در مورد وضع مالی شرکت جلسه داریم و تو همراه یک دوستت میباشی، همه طور است. کاکا جان، خانم او بیچاره عملیات شده بود، به خون ضرورت داشت و گروه خون ما یک چیز بود. ما می‌خواستم وظیفه انسانی من انجام بدم، چی میکردم؟ یعنی که خون دادی؟ بله. شما چرا پریشان هستین؟ چی گپ است؟ ما میخواستم از تو حمیده بپرسم چی جریان داره محمد؟ بله میشنوم. روز بخیر خانم حمیده. حوصله ای گپای ناقته ندارم. اتفاق افتیده بگو. نه خیر خانم، قسمی که گفتین پشت یوسف خان هستم، همیال داودی پنهان حضور داره. گپ ما گوش کن. به خاطر این قسم موضوعات عادی هر وقت مزاحم من نشو. گپ ما شنیدی؟ اگه کدام گپ مهم رخ داد برام زنگ بزن و کار لازمم انجام بده. باز چی گپ است؟ مادر جان، من هستم باده. ای باده، بسیار زیاد معذرت میخوایم. یک آدم لوده شماره را اشتباه کرده، هر وقت زنگ زده میره مزاحمت میکنه. معذرت میخوایم. خیر است، مهم نیست. من در مورد یوسف میپرسیدم. از شرکت برآمد، موبایل نداره، نمیفهمم کجا رفتن. خونه آمده نی؟ نه خیر نامده. با وادی پنهان رفته. واقعا؟ پس به شما خبر داده که کجاست؟ نه خیر جانم، به من خبر نداده. اما من او رو بسیار خوب میشناسم دخترم. وقت جگرخون باشه باز اونجا میره. تو هم برو. وقت تو رام ببینه بسیار خوش خود میشه. بسیار تشکر مادر جان، به امید دیدار. من کل چیزا براتون گفتم کاکا جان. تمامش یک تصادف متأثر کننده است ها؟
تصادفی چی؟ محمد بچیم تو مثل برادر یوسف هستی. در نکاحش نبودی. یک عالم اتفاقای بد رخ داد. تو هیچ دیده نشدی. در شرکت برای ضرورت داشتیم پیدایت نکردیم. امروز وقت جلسه به این مهمی برگزار شد. بعد مورد مهمترین مسائل تصمیم اتخاذ می شد. میگی که پیش دوستم بودم به خون دادن رفته بودم. محمد، من برات یک گپ بگویم. شاید متوجه نیستی اما آهسته آهسته تو از این خانواده دور میشی. چرا قسم میگن کاکا جان؟ محمد، تو زیر دست خودم بزرگ شدی. چند بار ازت پرسیدم اگه کدام مشکل مهمی داری که ما خبر نداریم بگو که با هم حلش کنیم. بس از دیگه. ما طفل نیستم. وقتی میگم چیزی نیست پس نیست دیگه. اگه کدام گپ دیگه نیست ما میرم. من بیرون میرفتم. میخواستم گزارش های جلسه رو تسلیم کنم. تو خانه میری دخترم؟ نه خیر پدر جان، پیش یوسف میرم. درست از دخترم. شب باز میبینم. سلطانه؟ خانم حمیده، لباس های دیروز او تو نشده بود، از او خاطر آمدم گناه را ببرم. خیرت باشه. بلیاز خدا، تو چی میخوایی بکنی سلطانه؟ منظورتان چیست؟ حال برات میگم. منظورم ایست تو دل درد نبودی سلطانه؟ بله. خوب دیگه؟ ای چی است؟ ای دوا خو به خاطر آرامش درد عضلات است. باز تو چرا از استفاده میکنی؟ اما خانمی خو از من نیست، از ما خود جیبم است. فکر کنم که از یوسف خان باشه. پس ایده آشپزخانه چی میکرد؟ دیشب به مراد گفته بودم که از دوا بیاره، فراموشم شد که برش بتم. از می خاطر آشپزخانه از یادم رفت. سلطانه با من خود دروغ نمیگی اما تو نیست؟ یعنی کدام موضوع رو خود من پنهان نمی کنی؟ شما چی گفتم میرین؟ باز ما چی مجبوریت دارم که برتان دروغ بگویم؟ ها؟ به نظر ما شما کدام مشکل دارین خانم حمیده؟ اینجا شیشتم میتونم یوسف؟ چطور فهمیدی که من اینجا هستم؟ مادرت برم گفت. حد زد که اینجا باشی.
اینجا بسیار جای زیباست. میفهمم که به خاطر او کار از دستم بسیار خفستی، اما یه اتفاق سر هر کسی آمده میتونه. من در زندگی خود تجربه کردم. پدرم راستش مرام چندین بار فریب داد. همیشه کوشش کرد که در کارش موفق شوه. ما موفق شده میتونیم یوسف. ما با هم از عهده همه چیز برآمده میتونیم. با آدم موضوعی دوباره سر پا ایستاد شدن نیست. دیگه چیز است. اعتبارم از بین رفت. فهمیدی؟ دوباره به دست آوردن شما قدر آسان نیست. امتحان میکنیم یوسف. هر راه را یک بار امتحان میکنیم. ببین من در کنارت هستم. سلطانه؟ خانم حمیده؟ لباس دیروز اوتی نشده بود، از همین خاطر آمدم کنار را ببرم. خیرت باشه. ای سلطانه، ای اگه ای کارارم کده باشی باز. بیرون برای. چرا؟ هرچی برات میگم امو کارکو. بیرون برای. اینجا بیا. گفتم اینجا بیا، زود شو. خانم شما چی میکنین؟ لطفا صبر کنین خانم. زود باش، دروازه را باز کن. گوش کنین خانم، اگه به چیزی ضرورت داره شما زحمت نکشین، من براتون میارم. ای دروازه را باز کن میگم سلطانه، ای دروازه را باز کن. کلیدشم خراب شده. درست است، باز میکنم. درست است. در وقت پنهان کردن چی کلید خراب شده؟ خانم حمیده، اگه کدام چیزتان گم شده بود باز بر من میگفتین.
به خاطر که شما در اینجا به غیر از کالا و پودر رختشویی دیگه چیز پیدا کردن نمیتونین. خانم شما چی میخواین کنید؟ ببینین اینا سنگین هستن، خدای نخواسته کمرتون عیبی نشه. هرچی میگم اینا را سر بسر نمانین، اما بازم ای چی است؟ چادر جمیل است. اینجا چی میکنه؟ به خاطر لباسا و بیشتر در اتاق رفت آمد داره، بتین به من برش میتون. اگر کدام چیز دیگر را میپانین برم بگوین که مام کمکتان کنم تا پیدا شوه. شما چی میخواین کنین؟ چرا اینا را باز میکنین خانم؟ توبه. قهر نشن، اما هیچ خوب معلوم نمیشن خانم حمیده. کدام درد یا کدام مشکل دارین اما نمیخواین بر ما بگوین. خدایا خدایا باده؟ مادر جان دختر، به نظرم که یوسف پیدا کردن نتونستی ها؟ پس او حال کجاست؟ همراهیم نامد، مرا روان کرد، گفت تو برو، من میخوایم تنها باشم. بیا که بریم، بیا که داخل بریم ها. بیا دخترم. خانم حمیده، کدام امر دیگه ندارین؟ با هر روز خانم یک گلاس قهوه آماده کنم؟ ببوره. امی که تو ده چهار طرف ما نباشی کفایت میکنه. حالا دخترم. باز چی گپ شده خاله که قسم آمدی؟ چی شده؟ من فقط ای احمقه نمیشناسم ها؟ همون قسم که گفته بودم همون قسم شده. حمیده مستقیم در اتاق لباس ها رفت، اما کاملا حیران مونده بود. خب چی قسم به اونجا شک کرد؟ تشویش دخترم، فقط تشویش. کسی که تشویش نداره همیشه آرام میباشه، اما حمیده سر به شک خانم شک میکنه. اما اگه اینجا بیای باز وقت چی کنیم؟ باز ما دوباره به اتاق لباس ها میریم. شما چی میگین؟ در اتاق کی رفته میشه؟ آل اونجا را زیر نظر داره. هنوز خوب در شریک بار دیگه اونجا را نخوادید. امن‌ترین جای اونجاست. من یک بار چهار طرف خانه را ببینم. اوف خدایا توبه. خودت کمک ما کن. آی وضعیت ما را ببین.
بیا دخترم. آی بسم الله.